روسیه و اکثر دیگر اشتراکچیان جلسه اخیر شورای وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای طرفدار از نو فعال ساختن کار گروه سازمان شانگهای افغانستان شدند، ولی تاجیکستان به این راضی نیست. در این باره روز 11 ایون سال 2024 در مصاحبه با خبرگزاری ریا نووستی، مدیر دپارتمنت دوم آسیا در وزارت کارهای خارجی روسیه زمیر کابولوف خبر داد. سابق سفیر خاص پرزیدنت روسیه در امور افغانستان گفته است در روسیه باز هم امیدوارند که دوشنبه موقعش را در این مسئله عوض و نرمتر خواهد کرد. تا غصب قدرت در افغانستان از سوی طالبان در ماه آگوست سال 2021 افغانستان در سازمان شانگهای مقام کشور نوظر را داشت و برای پیوستن به عضویت این سازمان تلاش میکرد. در نشست‌های سازمان شانگهای نمایندگان افغانستان از جمله پرزیدنت‌هایش دائم اشتراک داشتند، ولی بعد به قدرت رسیدن طالبان نمایندگان افغانستان را دیگر به جلسه های سازمان شانگهای دعوت نکردند، هرچند که در بابت آینده افغانستان در این سازمان تا حال یگان قرار علیحده قبول نشده است. طالبان نک سال دوم باز تلاش دارند تا آنها را به نشست‌های سازمان شانگهای دعوت کنند. این میتواند همچون یک علامت اعتراف غیر رسمی رژیم آنها مانع شود. کوشش برقرار کردن کار گروه سازمان شانگهای افغانستان در سازمان شانگهای در حالی است که برخی کشورهای پرنفوذ این سازمان در وقتهای آخر به طور اعتراف عملی رژیم طالبان اقدام‌های روی دست گرفتند. برای مثال خطای الکای کیا باز سفارتش را در کابل فعال ساخته، چندین هیئت بلندپایه را به افغانستان فرستاده و نمایندگان طالبان را نیز چندین بار به پکین دعوت کردند. همین طور در پایان ماه می سال جاری وزارت کارهای خارجی و وزارت عدلیه روسیه به پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین پیشنهاد کردند که حرکت تندرو طالبان را از روی خط سیاه سازمان‌های در روسیه ممنوع خارج کنند. خود پوتین نیز در نشست خبریش اصرار داشت که باید واقعیت را به نظر گرفته با حرکت طالبان راه‌های مناسبت را پیدا کرد، زیرا محض امروز همین حرکت قدرت واقعی را در افغانستان در دست دارد. روز 3 ایون سال 2024 پرزیدنت قزاقستان قاسم جمارت توقایف خبر داد که قزاقستان الکای طالبان را از روی خط سیاه سازمان‌های تروریستی برآورده است تا که امکان رشد همکاری‌ها با حکومت افغانستان را که تحت نظارت طالبان قرار دارد به دست بیاورد. در این شرایط تاجیکستان از انگشت‌شمار کشورهایی است که به سیاست خودداری از اعتراف رژیم نو طالبان و همکاری با آن پایبند باقی میماند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون گفته بود طالبان باید پیش از همه حکومت فراگیر تشکیل بدهند که در آن نمایندگان تمام قوم‌های ساکنان افغانستان به خصوص تاجیک‌ها که به گفته امامعلی رحمون 46% اهالی افغانستان را تشکیل میدهند نمایندگی شایسته داشته باشند. تاجیکستان همچنین در قلمروش به بسیاری از مقام‌های بلندپایه حکومت قبلی افغانستان و رهبران جبهه ملی مقاومت افغانستان را که به ضد رژیم نو طالبان می جنگند پناه داده است. جای ذکر است که تاجیکستان به عنوان کشور اساسگذار سازمان شانگهای می تواند مانع از سر گرفتن کار گروه تماس با افغانستان شود. در وقتش مخالفت دوشنبه باعث چندین سال به تأخیر افتادن قبول ایران به عضویت سازمان شانگهای شده بود. تهران تنها بعد حل مشکلات موجوده با دوشنبه توانست امکان پیوستن به صف این سازمان منطقوی را به دست بیاورد.